دوستان، حسین کرافت 7 هستم و خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز اومدم بهتون یاد بدم که ماینکرافت رو به همچین گرافیک خفنی برسونید. او مای گاد! این میبینین چقدر خوبه. شمشیرش رو نگاه کنید، یا بذار چند تا وسایل دیگه بیارم، مثلا بیل ندرایتیشو یا همون شمشیر ندرایتی. تبرشو خدای خوب در آورد. Yes, look at و آرموراش هم خوبه، چه باحال سیکسپک در آرموراش. کلا گرافیک جالبی میده و خیلی خوبه. یه کوچولو لگ میده ولی باز اوکیه. و یه ذره دیگه میریم هوا رو میبینیم. هوا ولی همون حالت ابری خودش هم داره. و اینجا آبش رو میبینیم که توش میریم روشنه و از بیرون یه ذره تیره است ولی باز خوبه دیگه. و این ماینکرافت گوشی واقعا همچین چیزی خوبه. و شما برای اینکه برین بتونین به همچین گرافیکی برسونین، باید اول وارد کانال روبیکا شین که کانال روبیکا رو لینکشو داخل قسمت توضیحات ویدیو گذاشتم. الان میرم توش. این کانال روبیکا هستش که کلا توش اخبار کانال و این چیزا می‌نویسم و اینم لینک همون چیزیه که این اولین لینک همون مودیه که گذاشتم براتون و برین دانلودش کنین و لذت ببرید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خدا حافظ.